قبول دارین تو هوای گرم تابستون یه بستنی خنک میچسبه؟ پس بریم با هم یه بستنی راحت بدون مواد نگهدارنده داشته باشیم. اول باید 2 پیمانه شیر، شکر نصف پیمانه، 1 قاشق نشاسته گل و 1 قاشق نشاسته ذرت رو با هم مخلوط کنیم و روی حرارت قرار بدیم. حرارتمون باید متوسط باشه و موادمون رو مدام هم بزنیم تا به صورت تیکه تیکه و گوله گوله در نیاد. غلظت مواد بستنیمون نباید زیاد غلیظ باشه. خب اجازه میدیم موادمون از حرارت بیفته. الان موادمون تا حدودی خنک شده. 200 گرم خامه صبحانه رو به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم که به صورت یک دست در بیاد. خب دوستای گلم، تا من دارم کارمو انجام میدم شما دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید تا به کانال ما اضافه بشید. خب عزیزان، موادمون آماده است. حالا باید داخل قالبای مد نظر انتقالش بدیم. شما میتونید به جای قالب مخصوص بستنی از لیوان یه بار مصرف، ظرف شیر پاکتی، ظرف آب میوه یا قالب پنیر هم استفاده بکنید. روی موادمون هم صاف میکنیم که موادمون حباب یا هوایی بینش نباشه. بعد داخل فریزر اجازه میدیم به مدت 7-8 ساعت استراحت بکنن. موادمون رو از فریزر در آوردیم. اگر قالبتون سیلیکونی باشه به این صورت که میبینید به راحتی میتونید از قالب جداشون کنید. من برای روکش روش از شکلات ذوب شده استفاده کردم. به اندازه 1 قاشق غذاخوری روغن بهشون اضافه میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشن. بعد بستنیامون رو داخلشون قوطه ور میکنیم تا قشنگ روکش شکلات همه جای بستنیمون رو بپوشونه. اگر از قالب‌های پلاستیکی استفاده کردین برای راحت درآوردنشون از آب گرم استفاده کنید. اینم از بستنی‌های خوشمزه‌مون. میتونید برای کوچولوهای نازنینتون درست بکنید و در کنار هم از خوردنشون لذت ببرید.